پوسته پمپ محفظه‌ای است که سیال را از محیط پروانه جمع‌آوری می‌کند. پروانه در داخل پوسته قرار گرفته و برای اینکه سوار کردن آن امکان پذیر باشد، معمولاً دو طرف پوسته به صورت باز ساخته شده و توسط درپوش‌های جلو و عقب به وسیله پیچ و مهره بسته می‌شود. تقسیم بندی پوسته از لحاظ شکل هندسی. پوسته حلزون شکل یا والیوت کیسینگ. این نوع پوسته حلزون شکل بوده به طوری که سطح مقطع آن از زبانه تا لوله خروجی افزایش می‌یابد. سیال پس از خروج از پروانه به داخل پوسته تخلیه می‌شود. سطح مقطع حلزونی از نقطه شروع تا انتهای آن طی 360 درجه دوران به دور پروانه زیاد می‌شود تا اینکه در انتها سطح مقطع حلزونی به اندازه سطح مقطع دهانه دیسچارج می‌رسد. همانطور که در قسمت اساس و عملکرد نیز اشاره شد، پوسته به نحوی طراحی می شود که افزایش دوی قادر به جبران کاهش سرعت ناشی از افزایش سطح مقطع شده و سرعت در پوسته ثابت باقی بماند. هدف از ثابت نگه داشتن سرعت در پوسته، ثابت نگه داشتن فشار استاتیکی در پوسته و جلوگیری از ایجاد نیروی شعاعی بر پروانه می باشد که به علت توزیع غیر یکنواخت فشار در اطراف پروانه ایجاد می شود. در عمل باز هم در پوسته حلزونی شکل سرعت تا حدودی کاهش می یابد و توزیع فشار حتی در راندمان بهینه در اطراف پروانه یکنواخت نخواهد بود. بنابراین می توان گفت که درصدی از فشار ایجاد شده در پمپ‌های سانتریفیوژ حلزونی شکل توسط پوسته ایجاد می شود. نیروی شعاعی که به علت توزیع غیر یکنواخت فشار در اطراف پروانه به وجود می آید رادیال فورس نامیده می شود. وجود رادیال فورس ممکن است منجر به فرسایش پروانه و پوسته، خرابی یاتاقان‌ها و مکانیکال سیل و پاره‌ای مشکلات دیگر در پمپ شود. در پاره‌ای از موارد برای خنثی کردن نیروی شعاعی یا همان رادیال فورس از یاتاقان‌های بزرگتر که تحمل بار شعاعی بیشتری را داشته باشند استفاده می‌کنند. روش دیگر برای خنثی کردن رادیال فورس استفاده از پوسته دو جداره یا دابل والیوت میباشد. دابل والیوت از دو حلزون با قوس 180 درجه تشکیل شده که نقطه شروع حلزونی دوم 180 درجه بعد از نقطه شروع حلزون اصلی است. پوسته افشان. پوسته از لحاظ شکلی دایره‌ای میباشد و در داخل آن پره‌های ثابتی وجود دارد که با آنها